اونجایی که قمر در برج عقرب هست که بهش میگن قمر در عقرب، یه زمانهایی است که اونجا مثلا ازدواج کردن، عقد بستن و امثال اینها خوب نیست، مکروه هست، یا مسافرت کردن. اهل بیت تو روایاتشون فرمودن همون موقع هم اگر صدقه بدید، اگر توکل بر خدا کنید، اگر آیت الکرسی بخونید، احیانا اگر یه شومی مثلا باشه اون رد میشه. به امام صادق علیه السلام گفتن آقا فلان روز ماه صفره، ماه صفر ما مسافرت بریم. امام صادق فرمود سفرتو با صدقه شروع کن، آیت الکرسی رو بخون برو. فال خوب زدن در اسلام توصیه شده، ولی فال بد زدن ممنوعه. مثلا فرض کنید به عنوان مثال از حوادثی که دور و بر خودت داری میبینی پیش بینی خوبی کن برای خودت. صبح از خونه میای بیرون بارون داره میاد، الحمد امروز روز رحمت. فال بد زدن تو قرآن هم اومده ممنوعه. این که آدم مثلا فرض کنه از خونه بیاد بیرون میگه یه تشی دارن میکنن، خب امروز دیگه چقدر بلا به سرمون میخواد بیاد. تفاعل معناش با نگاه خوشبینانه به عالم نگاه کردنه، امیدوارانه به حوادث نگاه کردنه. پیغمبر اکرم فرمود فال خوب بزنید میبینید. در روایات ما هست فال بد زدن شرک هست. حتی الان هم گاهی موقع هست که مثلا ماه صفر مثلا 900 داره. این یه نوع شرکه که آدم روزها رو مؤثر در مقدرات بدونه. خدا مقدره، تقدیر میکنه، نه پرنده، نه روز، نه عدد 13، نه صدای کلاغ و جغد.